به نام خدا. سلام به شما بچه درس خوندم، خوش اومدید به یه ویدیو با آموزش جدید، آموزش ضرب و تقسیم اعداد اعشاری. یه کمی سخت تر از جمع و تفریق اعداد اعشاری، ولی اشکال نداره، ما بچه درس خوندم زرنگ هستیم، ذهنمون مغزمون اونقدر قویه و فسفر داره چون میتونیم همه این مسائل ریاضی و معضلات اجتماعی رو حل کنیم، تموم بشه ضرب. بچه‌ها ضرب رو چه یادتون هست؟ ضرب و تقسیم. 3 ضرب در 2 مثال آی کوف نه دنبال خوش میده. خیلی من آرومم، لا اله الا الله. 3 ضرب در 2 همیشه جیمون 5 6 یا حسین 6 3 ضرب در 2 6. خیلی خوب. 3 تقسیم بر 2 رو ول کن، 6 تقسیم بر 2 مساوی 3. اینا چه یادتون هست؟ خب حالا بیایم اینا رو ممیزیش کنیم. اول ضرب ها. پس شما فعلا با من حال ادامه دادن ندارم صادقانه، یعنی به زور دارم ادامه میدم. 1 ثانیه گفت زهرمار یا بلد یه چی برسه به داده. ای وای آخ یا خدا آه. آرامش خودتون رو حفظ کنید. آه گفت با هوشیاری سربازان گمنام منهدمش کردیم. خیلی خوب. کار می‌کردیم، خیلی اینو داشتیم منهدم می‌کردیم، خودمون منهدم شدیم. خیلی خوب. بریم سراغ تدریسمون دیگه، حاشیه بسته. 3 ضرب در 2 مساوی 6. بیایم ممیزش کنیم. مثلا بنویسیم 3 ممیز 14 ضرب در 2. خیلی خوب. اونایی که بچه درس خونن و زیاد تمرین میکنن جواب اینو میدونن، اما ما میایم تشریحش میکنیم. مثل بچه آدم به صورت طبقاتی مینویسیم 3 ممیز 14 ضرب در 2 رو کجا بنویسم؟ اینجا یا اینجا؟ بچه ها توی ضرب فرقی ندارد، هر کجا مینویسید بنویسید، هر جا دل تنجت بنویس. بگو نه بنویس. 2 رو اصلا اینجا بنویس، ممیزش 2 ممیز بنویس، اصلا فرقی ندارد ممیزا کجا میگذاری یا عدد بعدی را کجا ضرب میکنی. بنویس، هر جا عشقت میچشد بنویس. خیلی 2 4 تا 8 2 1 تا 2 2 3 تا 6. اما ممیز یادت نرود. اگر اینجا ممیز بود چه نیست فعلا. اینجا یه دونه ممیز داریم، میگویی 1 2 به اندازه 2 تا ممیز میآید از اینجا به اینجا. 1 2 اومد 1 2. حل ممیز ما به صورت طبیعی اینجا هستش. تا به صورت طبیعی میگیم 628 چه میاد بعد از ضرب این ممیز اینجا هستش، اما بر اساس این 1 2 1 2 ممیزمان از اونجا به اونجا میره 6 ممیز 28. اما اونایی که ذهنشون قوی بود قبل از این که من حل کنم حل کرده بودن، تمام با شده رفته بودن. میگن 2 4 تا 8 2 1 تا 2 ممیز ها میگذاشتن، بعد 2 3 تا 6 تمام شد. بریم سخت‌تر. گفتیم 3 ممیز 14 ضرب در، حالا اینو میخوام ممیزش کنم، 2 ممیز 87 مساویه. خیلی دلبر یه چمی تبریش میدیم. خیلی خب حالا بیایم اینو حلش کنیم. بچه ها همونه ها. 3 ممیز 14 ضرب در 2 ممیز 87 همونه، همون ضرب عدد 3 رقم در 3 رقمه. بعد آخرش پدرمون رو درمه. من باید اینو حل کنم تا برسم به آخرش، بعد آخرش رو چه اونجا یه نکته هست اونجاشو بهتون توضیح بدم. من بدبخت بیتونی. خیلی خوب بیایم با قرمز حلش کنیم چون خودم قاطی نکنم چه برسد به شما. 7 تا 28. خیلی خوب شد. گوشه افتاد. میبینین شما بچه ها؟ نخیر.
نه 90117 90117 خیلی خوب. حالا اون نکته‌ای که میگفتم باید برای شما توضیح بدم اینه. تعداد ممیزها الان چند تا هستش؟ 2 1 2 خیلی خوب. پس در نتیجه می آییم میبینیم که اینها چند ممیز خورده اند. این اعداد روی هم چند ممیز خورده اند؟ 1 2 3 4 4 تا ممیز خوردن. پس در نتیجه ما از اینجا که ممیزمون اینجاست، در حالت طبیعی ممیزمون اینجاست، من بعد این صفحه خب می آییم 4 تا این طرف میگوییم این ممیز میبینید 1 2 3 4 حل شد. ممیزمون شد اینجا. الان شد 9 ممیز 118 10,000. چون 4 تا صفر داره، چون در واقع 1 2 3 4 بذارین 4 رقم اگه ما 4 تا صفر بذاریم میشه 10,000. پس وقتی میخوایم بخونیم میگیم 917 10,000. چون 4 تا صفر داره 4 تا صفر هم 10,000 میشه. چقدر باید توضیح بدم؟ خب یاد بگیرین دیگه. خیلی خوب. 3 ممیز 14 خودمون ضرب در 2 ممیز 1. خیلی خوب. مثل بچه آدم بچه میایم مینویسیم 3 ممیز 14 ضرب در مهمه چه ممیز ممیز باشه؟ نه اصلا مهم نیست. اینجا مینویسیم 2 ممیز 1. اینجا مهم نیست ممیز زیر ممیز باشه، ولی توی جمع و تفریق مهم است برادر. خیلی خوب. ضرب میکنیم 1 4 تا مثل اون ضرب های عادی. فرض کن اصلا ممیز ها وجود خارجی ندارند. 1 4 تا 4 1 1 تا 1 1 3 تا 3. بعدش میام این یکی مرحله یه دونه صفر میزنیم به جای این میگیم 2 4 تا 8 2 1 تا 2 2 3 تا 6 با هم جمع میکنه مساوی. با هم جمع بشن 4 و 0 4 8 و 1 9 2 و 3 5 اینم 6. حالا میایم سراغ ممیزها. ممیز رو چجوری مشخص به تعیین کنیم؟ اینجوری 1 2 تا ممیز داریم. پس در نتیجه دوتایش رو هم باید حساب بکنیم با همدیگر روی همدیگر ببینیم چند ممیز میخورد. 1 2 3 تا ممیز. پس در نتیجه ممیزمان که به صورت طبیعی اینجا هستش به همراه این صفرهای به درد نخور که همشون به درد نخورن و میتونن نباشن. خب 3 تا ممیز رو میبریم به عقب اینجوری 1 2 3 حالا این ممیز هم پاک مینماییم و جوابمون شد 1 ممیز 594 هزارم. چرا هزارم؟ چون 3 تا رقم داریم، پس 3 تا صفر داریم، یه دونه هم اگه 1 بزنیم پشتش میشه 1000. پس در نتیجه میگیم 6 ممیز 594 هزارم. به جای اینو مثلا صفر دارم. فهمیدین؟ بریم مرحله بعد. بچه ضرب نهایت سختیش این بود، ولی به نظرم سخت‌تر از ضرب ها که باید بهش رسیدگی کنیم تقسیم ها هستش. بریم سراغ تقسیم ها. خیلی خب بچه 6 تقسیم بر 2 یادتون میاد دا انشالله 3. 6 تقسیم بر 2 3 3 2 تا 6 همونه برعکسه. خب حالا بیایم اینو ممیزیش کنیم. 6 ممیز 2 تقسیم بر 2 چه جالب. چند می شود؟ بچه تقسیم برخلاف ضرب یک کمی سخت‌تره، اما روش هایی دارد که یاد گرفتن آنها موجب تسهیل در حل این معادلات خواهد شد. پس روش اول این است که از این استفاده کنیم. بزن با آبی بنویسم 6 ممیز 2 تقسیم بر 2. بچه ها که ذهنشون قویه اینو به صورت ذهنی حل میتونن بکنن یا میخوان اول به صورت ذهنی حل کنیم. 6 ممیز 2 تقسیم بر 2 تک تک اجزا اینو تقسیم بر 2 میکنیم. 6 تقسیم بر 2 میشود 3 ممیز 2 تقسیم بر 2 میشود 1 3 ممیز 1. این روش اول به صورت ذهنی خیلی ایزی و سریع و راحت حل شده. روش دوم استفاده کردن از تقسیم مثل بچه آدم هستش. خیلی خوب چکار کنیم؟ تک رقم. خب ما میگیم مشکل نداریم قبول میکنیم. خیلی خب توی 6 چند تا 2 هست؟ میگیم خب ناسلامتی 3 2 تا 6. پس در نتیجه
3 دوتا 6. این صفر می شود. این ممیز را اینجوری می کشیم. بعد ممیز را هم اینجا هم می کشیم. متوجه شدی چه کار انجام دادم؟ این صفر شد. وقتی میخواستم برم مرحله بعد جلوم اول ممیز بود. پس در نتیجه اول ممیز رو میارم پایین و ممیز رو هم اینجا توی خارج قسمت هم می نویسم. بعدش میام این 2 را قرار میدم. 2 حلا اینجا من چیه؟ بازم میخواد چیز کنی؟ من حال ادامه دادن ندارم. هر جای این ماجرا استاپ بشه من دیگه راضیم. میخواد دوباره بیفته. واقعا متاسفم. خیلی خوب. بعدش میگیم تک رقم 2. خیلی خوب. توی 2 تقسیم بر 2 چند میشه؟ 1 تا 1 2 تا 2 صفر میزنیم اینجا. ممیز میخوریم اینجا. صفر. خیلی خوب. 3 ممیز 1 3 ممیز 1. حالا یاد گرفتین. البته انشالله سخت‌تر از اینا هم هستش ها، چه مثلا گمراه کننده باشه اینا رو چیز میکنم انشالله. فقط صبر باشه. اون جواب مثلا چی بود؟ جهوات ها گر؟ نه گر صبر کنی زغوره حلوا سازم. حالا بریم سراغ مرحله بعدی. البته یه روشش موند. روش سوم هم بجم تموم بشه برم. روش سومم اینه هاش. 6 ممیز 2 همون این مجد 10 نیست. 10 6 ممیز 2 دهم. خب 6 ممیز 2 دهم دیگه. خب پس این 10 هستش دیگه. خب پس در نتیجه من اینو می نویسم 62 دهم. چون اگه ما 62 تقسیم به 10 کنیم همون 6 ممیز 2 میشه. اینو میدونستیم دا انشالله. پس در نتیجه من می نویسم 62 دهم. 6 ممیز 2 همون 62 دهم هستش. چجوری توضیح میدن آخه؟ تقسیم بر 2 یکم. این هم شد 2 یکم هستش دیگه. 2 یکم مساوی 2 هستش دیگه. 2 یکم رو نمی‌نویسم، همون 2 رو می‌نویسم. خیلی الان مثل بچه آدم شد. برای حل این هم توی ویدئوی تقسیم کسرها چند تا راه حل بود. چه حالا آسونش اینه که مثلا حالا یه روشش این بود 62 دهم تقسیم تبدیل به ضرب بشه. 2 تقسیم بر 1 هم بشه 1 دوم. بعدش بیام اینو ساده کنیم به 2 1 به 2 میشود 31. بعدش 31 تقسیم بر 10 خودش میشه 3 ممیز 1. روش اول. روش دوم تقسیم کسرها اینجوری 6 ممیز 2 که همون 62 دهم بود تقسیم بر 2 یکم مساوی میگیم صورت در مخرج دوم 62 ضرب در 1 62 تقسیم بر 10 ضرب در 2 که میشود 20. حالا بیا اینو ساده کن. این به 2 میشود 10. این به 2 میشود 31. بعدش به صورت ذهنی میتونید انشالله حل کنید. 62 تقسیم به 2 به صورت ذهنی واقعا دیگه چیزه. 31 تقسیم بر 10 همون میشه 3 ممیز 1. 31 3 ممیز 1 دهم همون شد. حالا با روش های فراوان و قاطی پاتی حل کردیم رفت. بریم سراغ روش مرحله بعدی. حالا بیایم اینو چیز کنیم ممیزدارش کنیم. ممیزدارش کردیم دا سخت‌ترش ما سخت‌تر ممیزدار بکنیم. مثلا بشه 6 ممیز 897 تقسیم بر 2 ممیز 7. یا حسین دیدم وای ننم وای چی بود نوشتم 2 ممیز 7. خب بچه ها ویدیومون تموم شد. امیدواریم میخوام سخت‌ترش کنم. ممیز رو اینجا بذارم. چه خبرتونه؟ چه کار کنیم بچه ها؟ همین ممیز داره در ضمن ممیزاشون هم فرق میکنه. این مثلا توی دومین چجوری بگم این 2 رقم قبل چیزش این یه 2 تا یه دونه ممیز داره. پس در نتیجه چه کار کنیم؟ جوابش رو نمیدونم. 5 کردیم. خیلی خوب. من بهتون میگم چی کار باید بکنی. با علی حسنپور تمامی مشکلات حل میشه. یه جا بود نوشته بود حل مشکلات اینستاگرام. به منم بگید حل مشکلات ریاضی از پایه چیز اول ابتدایی تا 12 متوسطه. هر مشکلی داشتید کامنت کنید بنویسید اونجا تا من بیام
حلشون کنم. بله مشکل این است که ما باید این 2.7 را تبدیل کنیم به یک عدد عادی. پس در نتیجه باید چه کار کنیم؟ این چند تا ممیز خورده است؟ 10 تا. یه صفر 10. پس در نتیجه برای اینکه مشکل این حل بشود چه کار کنیم؟ ممیز بیاید این طرف. احسنت، آفرین که اینقدر فسفر میسوزونیم. ضرب در 10 میکنیم تا این ممیز یه دونه بیاد زدا 2.7 من بشه 27. ولی اینجا چه ضرب در 10 کردی باید اینجا هم ضرب در 10 بکنید یعنی اینجوری تبدیل بشه. ضرب در 10 بکنم این میشه 27، ضرب در 10 بکنم میشود اینجا این هست میشود. حل است. حالا حلمون مثل اون چیز شد، اون فعالیت قبلی شد، میتونیم به راحتی حلش کنیم تموم بشه بریم. خیلی خوب، بنال ببینیم چه کار باید بکنیم. دو رقم جدا میکنیم. 68 27. خیلی خوب، توی 68 چند تا 27 هستش، باید این کارو بکنیم. 27 ضرب در مثلا 4 بکنم 4 2 تا 8 میشه، ول کن 3 بکنم بازم زیاد میاد، 2 بکنم 7 2 تا 14 2 تا. خیلی خوب، یه دونه 2 تا 27 هستش. پس در نتیجه می نویسیم 2. البته بذار با قرمز بنویسم چه قاطی نشود. خیلی خوب، 2 ضرب 50 4. خیلی خوب، منها 8 منهای 4 میشه 4، 6 منهای 5 میشه 1. حالا 9 را می آوریم پایین. خب میگیم 149 تقسیم 27 توی 149. چرا من اینو نمیتونم هرگز هیچ وقت نشد اینو درست حساب بگم. توی 149 چند تا 27 هستش؟ حالا میایم 27 رو مثلا ضرب چند بکنیم، مثلا 5 بشه، 5 2 تا 10 5 شاید 5 بشه، 5 تا 35. آره به نظرم 5، چون این بچه وقتی میاد 7 5 تا 35 و 5 2 تا 10 علاوه 3 هم میشه 13. فکر کنم یه دونه هم بشه. 27 ضرب در 6 7 6 تا 42 6 تا 12 16 13 تا 12 16 162. اوه زیاد شد. همون 5 رو بذاریم واسه 7 پشتمون بس. 5 رو گذاشتیم شد 135. خیلی خوب، منها 9 منهای 5 4 4 منهای 3 1. اینم چه به 0 رفت. حالا رسیدیم به ممیز. وقتی به ممیز میرسیم این خط را میکشیم و اینجا هم ممیز را میگذاریم. بعدش عدد بعدی را میآوریم پایین. 7 شد. 14 ممیز 7. خیلی خوب، میفرماییم که الان یه نکته. الان شما میگید که 14 ممیز 7 هستش یا 147 شما فرض کنید. الان میگیم توی 147 اینجا هم چه جا نیست. کجا من بنویسم؟ اینجا می نویسم، شما زوم کنید ببینید. مثلا زوم کنی بوم بوم کنه قلبم. توی 147 چند تا 27 هستش اینجا؟ 5 با 5 شده 147. خب دوباره 5 رو می نویسیم چون 135 شده. خیلی خوب، 135 اینو تفریقش کنیم تموم میشه. ولی اینجا چون جا ندن دیگه خودتون تفریقش کنیم. 7 منهای 5 میشود 2. اینم چه 1 ممیز 2 میشه، باقی مونده 1 ممیز 2 باقی مونده میشود و جواب ما اینجا نوشتیم 25 ممیز 5 میشود. خسته نباشید دلاور، شیر مادر نان پدر حلالت باش. خیلی خوب، حل شد دیگه، حل شد رفت. خیلی خوب، به نظرم سخت بود دیگه، از این سخت‌تر فکر نکنم باشه. خب بچه ها، ویدئوی تقسیم اعداد اعشاری هم تموم شد دیگه. یه کاری پیش اومد دیگه، پایه رو در آوردم. همینجا به صورت سلفی ازتون خداحافظی میکنم. امیدوارم این ویدئوی آموزشی براتون مفید و میسر بوده باشد انشاءالله تعالی. حالا تا ویدئوی آموزشی دیگر، یا علی خدا نگهدار.